ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختری 15 ساله محلی را به خاک سپردند. خویشاوندان میگویند که ظاهراً ام دست به خودکشی زده است. جسد بیجان دختر خرده را شبانگاه پدر از دار جدا کرده است. مقامات حفظی حقوق حادثه را تحقیق میکنند، ولی از روی فرضیه پیشکی این نابالغ زیر فشار روانی و اخلاقی دست به خودکشی زده است. مسئولان مکتب رقم 4 ناحیه رودکی که ام آنجا تحصیل میکرد روز 24 اکتبر بعد مراسم جنازه به رادیو آزادی گفتند که این دختر در صنف نهم این مکتب تحصیل میکرده است. زرینه موسوی دیرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی درباره این دختر گفت: بچه ما سال تولدش 2002 هر روز خیلی خواننده سرکش نبود، همه وقت در درس اشتراک میکرد، انتظامش خوب بودیم، بعد نداشت خیلی خونشش در سطح میونه بود. با بهوی همین 3-4 تحصیل میکرد. اون خیلی یکون مثلا همون دخترچه یکون کسلی بیموریش یا که ویش یکون تقلانه رفتار کردن همسنفوش یا که خودش هم مشاهده کردگی نیستیم در مکتب. حاضر ممنم اینا حاضر از جنازه همون بچه حاضر به مکتب در اومدیم. اصلا حاضر معین کرده استفاده. با گفته معلمان مکتب پدر ام پاسبان و مادرش خانشین بوده است. ام در عائله دختری خردی بود. مسئولان مکتب رقم 4 از او همچون دختری با آداب و خوش اخلاق یاد کرده گفتند که تحصیل خوب داشت و از نظر اخلاق هم نمونه همسالانش بود. پلیس از شرح جزئیات حادثه و هم فرضیه های احتمالی این فاجعه خودداری میکند، ولی برخی ساکنان محله میگویند که بعد ازدواج دوست پسرش این دختر زیر باران طعنه و ملامت اطرافیان قرار گرفته بود. یک ساکن محلی گفت ام بعد عروسی پسر شدیداً افسرده شد و ظاهراً طعنه و پیشخندهای بعضی دوستان و همسایه ها احساس ناامیدی و شرمندگی او را بیشتر کرد. سالهای آخر در تاجیکستان حادثه های خودکشی در میان زنان و دختران نو نیستند. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است.